درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم در استودیو همراهتان. امروز پنجشنبه 16 اپریل و در 15 دقیقه دیگر این موضوع ها را بررسی خواهیم کرد. 291 مسافر پرواز مسکو کلوب از کرانتین 14 روزه از شهر باختر رها شدند و ادامه را در خانه هایشان میگذرانند. مقامداران مسکو مشکل تنبشوی ماشین و نوبتپایی مسافران را تا حد برطرف کردند. مشکل مهاجران تاجیک را که حل میکند؟ ما در یک خوابگاه زندگی میکنیم. خوابگاه به سبب سوم نبودن، جای کار نبودن، ای خوابگاه سرمان کردند. ساکنان در اطراف فرودگاه نظامی عینی میگویند جبران پولی که مقامات بر عوض کوچانیدن خانه هایشان پیشنهاد دارند کافی نیست. سه عائله ایم. 175,000 من کجا میرم در کریزیس دولتی دنیا؟ حکومت شهر دوشنبه برگزاری همگونه چاره‌بینی‌های عمومی به مناسبت روز پایتخت را منع کرد. سبب این تصمیم پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس و حفظ سالمی اهالی گفته شده است. همه سال شنبه 3 ماه اپریل روز پایتخت با برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی تجلیل کرده می شود. ولی به اطلاع شهرداری پایتخت امسال بنابر وضع پیش آمده برگزاری چاره‌بینی‌های سر آدم منع شد. قبلا مقامات شهرداری اعلان کرده بودند که نیم ماراتون بین‌المللی دوشنبه که هر سال بخشیده به روز پایتخت دایر میگشت با سبب خروج کرونا ویروس در جهان برگزار نمی شود. در تاجیکستان مرگ چند نفر در سوخت و ختلان شبهه برانگیز شد، ولی مقامات تندرستی تاجیکستان گفتند که تا حال یگان مورد گرفتاری به بیماری کووید 19 به قید گرفته نشده است. امروز از بیمارخانه ولایتی ختلان 291 نفر را که از روسیه به تاجیکستان آورده شدند از کرانتین آزاد کردند. طبیبان میگویند که کسی از افراد رها شده بیمار نیست، اما 14 روز دیگر باید در خانه هایشان کرانتین را سپری کنند. این گروه اکثرا مهاجرانی میباشند که در ماه مارس توسط پرواز چارتری از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو به کولوب انتقال یافته در شفاخانه شهر باختر بستری شده بودند. نفرانی از کرانتین رها شده را کارمندان ملیسا تا خانه هایشان همراهی میکنند. در این راستا در ولایت ختلان ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 تأسیس یافت، اما طور از نوارهای جلسه این ستاد دیده می شود حاضران قاعده های مسافه اجتماعی و ببر کردن نقاب طبی را سراسر رعایت نمی کنند. آرزوی کریم گزارش می دهد. مقامات ولایت ختلان برای پیشگیری از سرایت و پهنشوی کرونا ویروس ستاد مخصوص تشکیل کردند. در اینجا پزشکان با کارمندان مؤسسه ها و خوانندگان ملاقات کردند. طبیبان به سوالهای اهل تالار درباره ویروس نو پاسخ میگویند. کارهای دزینفکسیونی امروز باید در سطح ضروری براه مانده شود از طرف اداره‌های دزینفکسیونی و نظارت از طرف مرکزهای نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی. ظریف ماه قادر و هم از جلسه مخصوصی که برای پیشگیری کرونا ویروس بود با اطلاعی بیشتر بیرون شد. نمی دستا تا با خلار بشوی با صابون بشوی همین دستگیری کنی که برای همین کرونا ویروس کسلا چی نشود نگذارند. بیمارخانه مرکزی ولایت ختلان مثل هر وقت سیر آدم نیست. در صحن بیمارخانه احیان طبیبان رفت آمد می کنند. بیماران را هم قبول نمی کنند. در اینجا تنها 403 نفر که بیشتری آنها مهاجرانی از روسیه برگشتند کرانتین شدند. در پی همگیر شدن بیماری کووید 19 مقامات بیمارخانه را برای پیشگیری آن آماده کردند. مقامات میگویند تا حال در تاجیکستان کسی به ویروس نو سرایت نشده است، ولی حدود 2000 نفر اساساً آنهایی که از خارج کشور به تاجیکستان آمدند در کرانتین قرار دارند. دیروز در چهارچوب مبارزه با توسعه کرونا ویروس ترکیه رهایی محبوسان را آغاز نمود. شماری از زندانیان موقتا و شماری دیگر کاملا آزاد می شوند. در ترکیه تا به حال بیش از 69,000 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده بیش از 1500 تن جان باختند. رهایی محبوسان یکی از برنامه‌های پیشگرفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است. همکارمان میرزانبی خالقزاد میگوید که این برنامه احتمال دارد تا 90,000 نفر محبوس را فرا بگیرد.
روز 15 اپریل حکومت ترکیه رهاسازی محبوسان از زندانها را آغاز نمود. پارلمانت ترکیه که در آن حزب پرزیدنت این کشور رجب طیب اردوغان اکثریت رای‌ها را در اختیار دارد، قانونی را تصویب کرد که بر پای آن 45,000 محبوس می توانند مدتی در آزادی باشند تا سرایت کرونا ویروس در زندانها متوقف گردد. زندانیان رها شده زیر نظارت نهادهای دادگاهی قرار می گیرند و وزارت عدلیه امکان خواهد داشت که در حالت ضرورت 3 دفعه مدت رهایی محبوسان را تمدید کند. در چارچوب برنامه کاهش فشار بالای زندانها شاید 45,000 محبوس دیگر کاملا آزاد شوند. محبوسانی که به خاطر دهشت‌افکنی از آزادی محروم شدند در حبس باقی میمانند. روز دوشنبه وزیر عدلیه ترکیه عبدالحمید گل گفت که در زندانهای ترکیه 17 حالت گرفتاری به بیماری کووید 19 به قید گرفته شده، از آن 3 محبوس هلاک شده است. وی افزود که انگیزه بیماری کووید 19 ویروس نو کرونا در تن 79 ناظر محبس‌های ترکیه تشخیص شده است. در مورد بیماری کووید 19 سوال‌ها زیادند، از جمله اینکه این بیماری از مریضی‌های مثل پنیمونیا و یا التهاب شش چه فرق دارد. همکارم خیرامان بقازاده در یک مصاحبه از دانشمند چخ یرژی چرنی ویژگی‌های سرایت کرونا ویروس و بیماری کووید 19 را پرسید. مرحله اینکوباسیون سارس کوو 2 طولانی است. به همین خاطر است که در آزمایش‌های دوره اولی بعد سرایت‌یابی پاسخ آزمایش‌ها به طور غیر واقعی منفی میباشد. تا پیدا شدن اولین نشانه‌های کلینیکی ویروس در بدن انسان تا 2 هفته وقت می‌گذرد و به همین خاطر هم خیلی مهم است که همه افراد احتمالاً آلوده شده در کرانتین بمانند و در دوام دوره اینکوباسیون چندین بار از آزمایش گذرند. یرژی چرنی دانشمند چخ بود که به همکارم خیرامان بقازاده درباره ویژگی‌های بیماری کووید 19 گفت. بیننده ارجمند شکل کامل این مصاحبه در سامانه www.azadi.org و هم شکل ویدیویی آن در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب دسترس است و آنجا میتوانید ببینید. در ادامه برنامه درباره وضع مهاجران کره تاجیک در شهر مسکو در شرایط سخت‌تر شدن تدبیرهای ضد ویروسی خواهیم گفت. حالا توجه کنید به یک آگاهی. سر از 15 اپریل در روسیه و به ویژه در شهر مسکو کرانتین شدت گرفت و هر نفری که بیرون میبراید باید گذرنامه و یا پروپوست داشته باشد. در ساعت‌های اولی جاری کردن رژیم تنبشوی بزرگ ماشین ها در درآمدگاه های شهر مسکو و نوبت پایی مسافران در نزد ایستگاه های مترو به وجود آمد. سرگئی سبیانین میری شهر مسکو از کارمندان پلیس درخواست کرد که گذرنامه های ساکنان را انتخاباً سنجند، نه سراسری، چون نوبت پایی با وجود نآید که می تواند باعث بیشتر گسترش یافتن ویروس شود. حکومت روسیه برای شهروندانش که در خانه نشستند معاش و یاری‌های دیگری مالیوی وعده کرده است. اما مهاجران کره تاجیک از این گونه کمک‌ها برخوردار نیستند. بنابر تشدید یافتن تدبیرهای پیشگیری از ویروس، همکاری خود را از دست دادند و قسمی از جای زیست محروم شدند، زیرا اجاره دهندگان آنها را از پرداخت اجاره و دولت از پرداختن پول پتنت آزاد نکردند. در یک نواره که مهاجران از شهر مسکو فرستادند، آنها شرایط بودوباش خود را در چنین وضعیت تصویر کردند. ما در یک خوابگاه زندگی میکنیم. خوابگاه به سبب سوم نبودن، جای کار نبودن، ای خوابگاه سرمون کردن. حاضر در یک کوارتیر اجاره گرفتگیم، کوارتیر شتگیم. همین کوارتیر هم پدوافروسه. حاضر در بیرون در همین مسکو وضعیت بزیبای برآمدن نمیشود. جای کار استرویکا در کار میکردیم، ما سبب پروپوست نبودن استرویکا را محکم کردن. در همین حال حامیان حقوق در مسکو برای مهاجرانی که برای به کوچه برآمدن احتیاج دارند در گرفتن گذرنامه و یا QR کد یاری میرسانند. اکثریت برای ما زنگ میزنند و از ما کمک طلب میکنند و یا اینکه
بعضی مهاجران بیمار هم هستن، ما با بیمارخانه ها زنگ میزنیم یا اینکه رفته در همون بیمارخانه ها اونها رو با عیادت اونها با بیمارخانه ها میرویم، یا اینکه بسیار از مهاجران زنگ میزنن که ما با کارفرمای اونها یعنی صحبت کنیم که تو اینکه برای اونها یک مقدار اوانس دیان، یا اینکه با صاحب خانهشون صحبت کنیم تو اینکه همین پول اجاره همین خانه هایشون رو بعدتر سپارن. در شرایط خروج کرونا ویروس در روسیه و پیش آمدن بحران، قسمی از مهاجران منتظر باز شدن راه‌ها هستند چون می‌خواهند به تاجیکستان بازگردند. مسئله بازگردان شهروندان از روسیه به تاجیکستان در گفتگوی تلفنی نخست وزیران دو کشور قاهر رسولزاده و سرگئی میشوستین مطرح شده بود، اما نتیجه این بررسی‌ها هنوز معلوم نیست. مقامات تاجیکستان میگویند تا 1 می مسئله تشکیل پروازها به روسیه اصلا مطرح نیست. در حالی که در حصار خسارات سیل را حساب می‌کنند، منزل‌های ساکنان در کنار فرودگاه نظامی عینی از آبخیزی و بارشات زیاد آسیب دیده است، اما ساکنان نمی‌توانند خانه‌هایشان را بازسازی کنند. قرار است زمین خانه‌های آنها به حدود فرودگاه نظامی همراه کرده شود، اما ساکنان از مقامات طلب دارند خرج کوچانیدن خانه‌هایشان پرداخت شود. 17 سال قبل قسمی از ساکنان مبلغ جبرانی که مقامات پیشنهاد کرده بودند کم گفته نپذیرفتند و سالهاست زیر غلغله چرخبال و هواپیماهای نظامی به سر میبرند. شهلا عبداللهیوا از روزگار این ساکنان گزارش میدهد. بارشات روزهای اخیر تشویش محرمه یوسفova را بیشتر کرده است. سیل دیوار و حوله او را که در کنار فرودگاه نظامی عینی قرار دارند خراب کرد. یوسفova نمیتواند خانه‌اش را تعمیر کند چون برای این کار اجازه ندارد. نه میخزونند نه میگفت که غم کودکان 6 نفر کودک میده قطعا دلم میایم آوی تینتکم روزی درست قراولم. حوله او و چند همسایه دیگرش باید به فرودگاه نظامی همراه کرده شود، اما با گفته این ساکنان ناحیه رودکی مقامات حاضر نیستند مبلغ ضروری مال و ملکی آنها را پرداخت کنند. از سال 2003 ما را زمین دادن که میکچونند، پول مون ندادن، پولات نمیتن شما را میکچونن. اومدن خونه مون نقدگذاری کردن 175,000 سه عائله ایم. 175,000 من کجا میرم در کریزیس دولتی دنیا. با گفته ساکنان حالا در این دهه بیشتر از 140 خودجگی زندگی میکنند. قسمی از آنها دوام 17 سال با جبرانی پیشنهادی مقامات راضی شده به زمین‌های نو کوچیدند، اما ساکنان باقی مانده با طلب بیشتر کردن مبلغ جبران ماندند. یک آدم روزا یکیش نوریزا اکثریتش نوریزا مردم با ورتالتو پران روز با طور خانم تو سامالات گودک کی میگریزه دور بور تریزا میلارزا گو کی زمین جمی گودکو شوک در زندگی دارن اونجا مردم. شکایت این ساکنان در حالی است که مقامات میخواهند حدود فرودگاه نظامی عینی را تا 250 گکتار وسیع تر کنند، چون به گفته مقامات مساحت فعلی فرودگاه برای استفاده هواپیماها خرد است. بر اساس برنامه وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی می بایست حدود 400 خانواده در حصار و رودکی به جای دیگر کوچ داده می شدند. حالا مقامات می گویند ساکنان باید همان سالهای اول به جبرانی معین شده راضی شده زمین های فرودگاه را خالی می کردند، زیرا در حال حاضر پرداخت مبلغ طلب کرده ساکنان که حدود 50 میلیون سومانی را تشکیل می دهد امکان ناپذیر است. این فرودگاه حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد. سازمان عفو بین الملل و یا امنستی اینترنشنال قرارگاهش در لندن روز 16 اپریل گزارش نوی خود را درباره وضع حقوق بشر در سال 2019 در اروپای شرقی و آسیای مرکزی نشر کرد. مؤلفان گزارش گفتند مقامات با بهانه تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی فعالان سیاسی، وکیلان مستقل، ژورنالیستان و نمایندگان اقلیت‌های جنسی و نزدیکان آنها را تعقیب می‌کنند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و گزارش ها را در صحیفه آزادی ویدیو ببینید. صبح بر وقت شما را با نویدهای تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما باشد.